مشغول این کار شد. انشالله نمیسوشه. کنه از توش کار ده. واقعا فکرم مشغول کار شد. الان اطراف میدان امام حسینیم. بابا دیر شد، سوژه پیدا نکردیم بابا سید. الان من نمیدونم چیکار کنم. سید جان اصلا اوضاع خیلی اوضاع پیچیده ایه. برو تو جمعیتی که پیدا کن دیگه خودت. آخه نمیشه که برم ملت بگم آقا بیا سوژه من شو. واقعا یزدان سوژه ندارن. توکل بر خدا. من که الان رسیدم. حالا ببینم چیکار میتونم بکنم. یا علی یا علی. آقا خدا مخلصم یا علی. خداحافظ. چی کار داری میکنی؟ فیلم میگیری چرا؟ قد کن آقا، قد کن بریم تو مردم ببینیم چه غلطی من باید بکنم. بیا دنبال من بیا هرچی بهت گفتم تو بگی. بیا وای نسا بیا از من چرا داری میگیری؟ میگم از مردم بگی. بسته اون بچه از دست نده. پیدا کنیم. این گوشی ها رو بگید. گوشی اون بالایی بریم پایسن. بیا بریم. یه دست کن بده. عید شما مبارک. ایول. بریم. خواهی سوژه ما بشی ازت میگسازی. چرا آخه؟ کدومش مال من بود کدومش مال تو بود ها؟ انشالله قرار یار مهدی باشه. اومدم که از الان یاد بگیره. ایشالله. سلام. خوبی؟ اومدی اینجا چیکار؟ دم شما گرم. بیا بریم. یا خدا وکیلی این چه کاری بود که مصطفی تو پاچه مکسریه؟ به خاطر امیرالمومنین شما هستم نوکر امیرالمومنین هستم. ولی خب دیشب به ما گفت یه سوژه پیدا کن برو اونجا. حالا با هر کی هم حرف زدید از قبل برنامه‌ش چیده بود. این شد دیگه. راه تو مردم بگید ملت بیان سوژه ما بشن. بذار سید آماده ای؟ بله بریم. اومدی اینجا چیکار؟ تحویلمون نمیگیره اصلا. جوابم نمیده. اومدی اینجا اسمت چیه؟ ای جانم چه اسم قشنگی داری. میدونی فاطمه اسم کیه؟ فاطمه اسم کیه؟ آقا سید حمید رضا قربی. آها راست میگه. فاطمه اسم منه میگه. چرا اومدی اینجا؟ نگاه کنم. چی رو نگاه کنی؟ اینجا چه خبره؟ اونو بگی.
1 ساعت دنبال سوژه ایم. سوژه پیدا نکردیم ولی ماشاءالله انقدر شلوغه آدم حال میکنه با این جمعه. فکر کن اگه 1400 سال شیعه علی این کارو میکرد کی جرأت میکرد ولایت امیرالمؤمنین امامت حضرت امیر علیه السلام رو زیر سوال میبره؟ حضرت عباسی جدی میگم سیدا فکر کن. البته راستی تو سیدی ها تو نباید عیدی بدی؟ تو